از جایت نجو. کتکل است. اطرافت احاطه شده است. راهی دیگر نداری. به خوبی تسلیم شو. زود باش. نه این رو هم برای من کرده هم. با واسطه خواهرم مرا به دام افتونی. بیشرف. آهسته دستانت را به پشت سرت گذار. رویت را به طرف ما گردان. کتکل است برادر. کار تو تمام. الکی به آخری بازی رسیده. حتی مرد تو را از ما خلاص کردن نمیتواند. سردارم رنگ کینا گفتم ها؟ یک چیز رو پرسم. کلتکلس چمیه سردار؟ ببین تفسده نگوی. البته کلتکلس است. یگان کس را جستجو دارید کمیسر. یاردم دیم. سردارم تقدیر بینیده ما دیگر آدم رو دستگیر کردیم. این ساقیچی از کو؟ ای بیاق تفسده نگوی. یا خدایا در وقت عملیات سرم را ویران کردی. کلتکلس آهسته نقابت را برآورده به ما تسلیم شو. با این حیلت از ما خلاصی نداری. چه خیل هیله سردارم. کدام کلتکلس؟ نام من زاغسیا. چه خیل زاغسیا؟ کلتکلس هستی. تسلیم از شو. من چی میخواهد؟ من یگان گناه ندارم. زاغسیا هستم. مردک بولی میگه که زاغسیا هستم. همین زاغسیا هست. ببین بی اقلام گپ نزن. زاغسیا کلتکلس است. زاغسیا نیست. سردارم یک انسان در یک وقت در دو جا بوده میتواند. من 100% گارانتی میتونم که همین زاغسیا هست. کلتکلس خواهرش رو میجوید. با نقاب پیش و گجا میآید. یک بو فکر کنید نخو آدمی خب بی عقل شد. بگیر. تمام بکشن دیگه گپ نمیزنه. لیکن شما تمام عمرتان رو در همین ساحه گذراندید. سردارم میگن که هر چند دانا باشه یک بار از آدم نادان بپرس. نخواه قیمتک توپای باشید. تو با کی گپ زدی ساده بی حق؟ با شما زاغسیا خواهر زن تونه نجات داد. همین میدونیم که کلتکلس گناهگار است، اما گناهگار بودن زاغسیا را ما نمیدونیم که آخر آدم نقاب پوشیده است گفته. ببین گپ زیاد نمیکنیم. بازی ما از خودش میپرسیم که او زاغسیا است یا کلتکلس. همین طور کارمون آسان میشود. خود یک دقیقه ای برادر. سردارم این نامبر دینی کی؟ لیمنتد. آدم برآمده ایستاده است. اینجا بیایید. زود او را دستگیر کنید. آن در آنجاست. نفرانید. و دوال برایید. اطرافش را احاطه کنید. کلتکلس را زنده میخواهم. سردارم بگذار گپ شما راست باشد. این کلتکلس است، اما زاغسیا است کی؟ تو با کی بحث کردی ساده ای؟ زود او را دستگیر کن. برا. بچه ها سای پالتو را من سعودت خریدم. یگان کار از دستت نمی آید. اینی که قلچبی بوده. گم شو به بالا برا. شاید نجوم کلتکلس به طرف ما گرد. کلتکلس نقاب دار مثل خرگوش میگرزی ها؟ عاقبت به دام افتادی. من کلتکلس نیستم. زاغسیا هم. ای برادر ما هم میدونم که شما کلتکلس نیستید. سردارم را باید گوش کنم و امرش باید اطاعت کنم. آخه نقابت را برای تو ما فهمیم که کلتکلس هست یا زاغسیا. بکش همون چولگی را سردارم این سردار ببینه باور بکنه. حساب ستگوی رو بس کن. تو هم پر. سردارم در وقت در سرده چون فقط 5 میگرم. نیکو 5 پولکی بود. پریدن نمی پرم نیکی سلیم بشوی. ادام شو. درس تربیه جسمونت رو منو پر. سردارم اگر بپرم بمرم پدر میکشم بخدا. من اون خودم رو دستگیر کنم بعد میدونم با تو چی کن. ایسا ینگه هلی بیمه میشاد بخدا. این روزی را دیگه مرا حمایت کن. سردارم
سردارم سردارم خدا جهت رو جنت سردارم سردارم نابوزی خدا جنگل حاله هشید یاردم ده سردارم زنده ای شما رو لمن حاضر نجات بگیر یا بسم الله اوف لبن خدا جزایت را دهد سردارم من شما رو از پایتون قبیلم که باز نفتید شما هم نامردی نکنید باز ساعتید لا اله الا الله کلتکلت حالا هم کلتکلت میگه من زاغی سیاه دستم را سرده اگر سردی هم میرفته سرده دیگه کلم جون از آنی که تو مرا نجات میدید مردنم بهتر است دستم را سرده این آدم شما رو چیکار کرد؟ مالش این مسئله شما همان چی؟ این را بین حالا هم حیله میکند کلتکلت هستی آخر دستم را سرده سردارم فکر خودت رو نکن از ما رو بکن آخر ما بسیل نقشه های زیاد داریم اکل داغی سیاه برداره ای چشم دولت را پوش ای خواب کنه ده وقتی گپ زدن است فکرهایم رو پراکنده کرده نجوم که سرت را پاره میکنم تو همه قدر آدمگری داری کرنمک سردارم چیکار میکنید این مردک حیاتی ما رو نجات داد دمت را گیر این مسئله من است زود نقابت را کش باز یکم کار دیگر نکنی کی زود کش نجوم به سردارتون رو میپرونم چی ایستاده پرانه دورا پرانه دارو نیستید نپرانید سردارم رو میکشد میرزاوطن سیلات رو پران دمت را گیر او را پرانه او را نپرانید سیلات رو پرانید نمیبینید اصفای سردار رو حیران شدن سیلات رو پرانید الهایتون رو فراره نباشه سردارتون رو میپرونم من شوخی نمیکنم او را پرانه چی ایستاده رفیقان نپرانید مرا گوش کنید لبل فرمان ندید کل از کجا شد شما خواستیر نشوید من او را دستگیر بکنم لبن تو را پاره میکنم در جا چیست داغشیا از جا نجو از دست لبتی دیوانه خلاص نمیشوید چشتا بردار لگه سردارم خبری خوش داغشیا را دستگیر کردیم در پشت کارون زاگیسیون نیست وای کلتکل است سردارم شما اگر دروغم گوید حق هستید کلتکل است باز نگوریدد من زود میایم چهار چشمانات را چهار کشا خواتیر نشید سردارم پنجم شم میکشم گوش کن دوستم تو یک آدم خوب هستی مانندی سردارت آدم بیفهم نیستی نه بچه سخالات از سنجیده گپ زن مالش اما تو یک آدم با فهم هستی بیا بحث نکنیم سردارت این را حتی نمیداند گوش کن من به تو همه حدیثه ها را میفهمونم پیش از با اینجا آمدن یک کس به من زنگ زده گفت که با یک کس یاردم لازم بود است احتمال کلان است که او کلتکلس بود یعنی هیچ خیلی که معلوم است او مرا بدام افتان من کلتکلس نیستم زاغ سیاهم نجوم اگر یک قدم دیگر زنی تو را پارا میکنم گوش کن با یک شخصی که مقصدش به همه انسان ها یاردم دادن است تو او را نمیبخشی پیشتر چه خیلی گفتی من چه خیلی آدم هستم تو در اصل آدم خوب هستی اما برای این را فهمیدن وقت در کار نه برای این را فهمیدن وقت در کار نیست اما بین شخصی که حیاتی تو رو نجات داد حیاتش رو سیاه نمیکنی برادرم یک فکر کن راست میگوی آخر تو حیاتی مرا نجات دادی من هم باید یکم فکر کنم تو رو سر میگم زاغشیا اما یک بار دیگر از پیش من نبرا حالا بیرم و بود شام زود برادر یک شدیم
До свидания, زاغ سیاه. کلتکلت کجا شد؟ سردارم کلتکلت گریخته، اما کمی دیگر مان. او دیگر روی گریز ندارد. دستگیر کردنی و دک کرده شد. ای احمق دیوانه ای چور چشمت، تو این قدر گپ رو از کجا میابی ها؟ تو مگر از مادر چپه تولد شده ای؟ احمق دیوانه گریخته رد با که بفهم. این کلتکلت نیست، زاغی سیاه است. کیست نمیدانم. دیوانه وقت تو بر این دیوانه همراه ما باشد البته ما او رو از دست میدیم. سردارم در پیش بچه ها بسیار داد نزن. هایده روید او را دستگیر کنید، زود باشه. هایده خیلیش خوب نمیه و دیگر را داد میزن. ای بچه تو چی گفتی؟ در بیابانه نماخت. چیش خواهر از روی؟ نه ندیدم. اون از زنده بودنم رو میدوند. او ما رو بادام افتاد نبود. با خدا بگو. خواهرم رو استفاده برده ما رو بادام افتاد نبود. آف به شرفه. برای این خواهر از رو استفاده برده است. مایلش خیلی دیگر انسان میبود دیگر گرد نخواد باجرش رو استفاده برد. باجه نگوی شوکت، به همین هم عصبم بیرون است. قیس انگلیس بگم. شوکت لیکن به هر حال میگویی خواهر از رو یافتن برادر؟ نمیدونم شوکت، باور کن نمیدونم برادر، اما برای این رو فهمیدن همه چیزم رو میدیم. همه چیزم رو. ای نفهمیدیم ده. کاش که من همه اومدم برادر. باز اونها زنده بودن تو رو فهمیده. سوختیم برادر، سوختیم در حقیقت. نه نقاب زاغ سیاه رو پوشیده بودم مرا نشناخت، لیکن بسیار شبهه کرد. مرا گوش کن، یک چند روز تو خودت رو نشان نده، او باز از قفوی ما بشو. گم نیست برادر، خود خوراک را بیار، از همینجا یگان جا نمیبرایم. نه زهرا، ای چرا داد میزنی تو سلینا؟ پشت در کجاست؟ فکر اون زاغیسیان رو داریم؟ نه، چه ها میگوی تو؟ مگر من دوستی از همه نزدیکم رو نمیشناسم. معلوم است که در باره آدم نقابدار فکر داریم. بسیار معلوم است. زهرا، من با تو چیکار میکنم؟ سلین، چی کار کنم و خیر از خاطر برآوردن نمیتوانم. آدم ها میگویند که در بینمان راه دو برق شده. بسیار خنده آور بود برایم. حالم رو بین، به حال خنده آور گرفتار شده. با آدمی که هیچگاه ندیده بودمش در بینمان اونقدر پیوستگی وجود دارد که اون آدم کی باشد؟ خیر دانستی چیکار میکنی؟ خودت رو گم کرده ای. به خدا سلی، یکی در حقیقت دوستش دارم چیست؟ زهرا صفتا نگوی چه علاقه دارد؟ شاید او رو دیگر نمیبینی. خدای توبه. زهرایم رو چرا میزنی گفته؟ از دوستان میخوی پرسیده. زهرایم رو گفته سلی، زهرایم رو کی بود است؟ کی؟ تو را از کجا میشناسد؟ روز بخیر عزیزم، روز بخیر سلی. کی است؟ من هم از تو همین رو پرسیدن میخواستم. به خدا من نمیدونم زهرا، یعنی در این باره فکر نکنی. ساخته هم باشد تو با دنبال اویلدار میشوی. عقلت رو کار فرما. چی کار کنم سلین؟ این کار در دستی من نیست گفته شدم. خیر میلش، یکی در حقیقت عاشق شوم با یک آدمی که او رو نمیشناسم. اویلدار هم میشوم. ساخته هم باشد آخر دنبال زیر شوهرم میشود. بعد چی کار میکنم؟ شوهر دارم گفته عشقم رو در دلم پنهان کنم. میلش، برای بابیم پنهان میکنم، طاقت میکنم، مشکل نیست. اما بعد این بازی بسیارتر مشکل نمیشود مگر؟ ای بحث از زهرا، حالم بد شده است. یعنی بعد اونی که تو به زاغی سیاه دل بستی تو بسیار تغییر یافتی. زهرا جان گوش کن، عقلت رو خوب کار فرمان. توبه زاغی سیاه بوده است. زاغی سیاه هست خیر. ملی دخترم،
امروز یگان نقشه داری؟ رفته گلها رو بینم یگان گل میخرم. آفرین دخترم آفرین. گلها را بین، سیر و گشت کن، بعد آمده در خانه بشین مانند دختران تیاره خور. ای مادر جان خواهد چیکار کنم؟ در کوچه ها گردم؟ نه عزیزم، در کوچه ها نگرد، همه وقت در خانه بشین. بعد گریه کردن میشنی در خانه موندم ای دختر. مادر ای مادر دروغت مگر؟ گوش کن یا در خانه میمونی یا اینکه به مانند زهرا یگان دامولای ناموافق را یافته تو رو هم خانه دار میکنن دخترم. پولین به جا با دختر سر کار نگیر. سر و کار نمیگرفتم. چه خیلی آدمی ناموافق بوده است دامولازیا؟ چه خیلی موافق است پدر جان؟ یک آدمی ناموافق است. تو دعا و طلب کن که خداوند به ملیس مانند دامولا یک شوهر خوب نصیب کند. ای خدا نشانه دهد. ای مادر جان چیکار میکنید؟ گوشم با کنده. گوش کنید، دیگر درباره دامولازیا یگان گپ منفی شنیدن نمیخواهم. دامولازیا شوهر شونده زهرا و داماد یگانه من است. این را قبول کنید. البته پدر جان، با شما چه خیلی که معقول باشه. زهرا قسمتش را یافت، خدا نصیب کند. اگر تو به این کار دست نزنی خدا نصیب میکند. غم نخور. چی دست زنم پدر جان؟ خواسته زهرا خودش حقیقت تلخ است. امیدوارم که نکاح به خوبی انجام یابد. از این لحظه اعتباراً به آیله دار شدن زهرا و دامولازیا هیچ کس مانع شدن نمیتواند. سر عشق از سر مرگ بزرگتر است. من در چشم آنها سر این عشق را دیدم. بابا جون عزیزم، دخترم اکنون این کار را دور و دراز نکنید. نمیدانم چی کار نمیکنید این کار را زود حل کنید. اکنون راست میگویید بابا جون. راست میگویید و چرا یگان کار نمیکنید؟ این را نمیفهمم. این کار دور و دراز دوام کرد. من با دامولازیا صحبت کردن میخواهم. مرا نگاه کن زهرا، یا اینکه دامولازیات را دوانده ایستاده است. نه بابا جون، مگر این خیلی میشود؟ چرا میدوانده؟ من هم در اصل از دامولازیا این کارها انتظار میستم. پس چرا این خیل شده ایستاده؟ یا که تو به او وزنی کرده ایستاده؟ نه بابا جون، نه. آن زمان چرا اینقدر دیر دوام کرد؟ بابا جان، در اصل زهرا بسیار میخواهد که هر چیز زودتر این خرسندی آغاز شود. لباس عروسیش رو هم تیار کرده است. خرسندی زودتر شود. بخواستن میخواهد و تیاریتان معلوم نیست. بابا جان میدونید که خودتون اول حادثه چقدر بعد را بوده شدن من، چون این حادثه ها رخ داد از پی این کارها شدیم توی فراموش شد. گپ نیست. من گپایم را گفتم. امروز من میهمانخانه را خالی میکنم. اکنون با خواست خودتان آرایش میدهید. میهمانخانه؟ ها؟ فکر کردم که بعد توی در آنجا زندگی میکنید. فرخ، چندین سال ما برای مهمانخانه با او گپ زدیم. همه بینه و زهرا میدیم. تمام عزیزم، حالا جای کم نیست. بعد گپ میزنیم. بعد گپ میزنیم. از تقدیمات نوزیم رکرد با افتخار 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در طرفخانه 1001 شب با تشبث هنرمند جوان زبیدالله سیدشاه برنامه فرهنگی تحت عنوان مهر پدر برگزار می‌گردد. شورابینی فرهنگی با اشتراک ستاره‌های استرادای تاجیک، سنگلی میرزا، صادق خو، زیادین نورزاد، ظفر ایوبی، حبیبه دولتова، روزی بک فیضلی، مسلمه قادرова، قربان علی شریفزاد، فیروزه حفیظova، شهریار دولتov، هنگامه عبدالسلام، نعیم جان سیدعلی، عزیزه.
муниси иброҳим, манижаи сабо, хайриддини шариф, аниса, сиёвуш, шаҳзоди даврон, насими саидзод ва дигарон баргузор мегардад. танҳо як рӯз ва танҳо дар тарабхонаи ҳазору як шаб 20 июл соати 19 ҳазору як шаб меҳри падар. намак лабашев гӯш кун, он зан шавандаи домуло зиё зӯҳра хонум чӣ кор мекунад? куҷо меравад медонӣ? челе ки ман медонам оёшгари дохили хона аст, як офтамдор аст. яъне медонӣ? о зургу бачахони шумо чағатай буд ку ба хориҷа гурехт. як вақто бо зӯҳро ҳамкорӣ мекардааст. чиҳо мегӯӣ ту? ин хел бошад, ба зиёрати хонум зӯҳро меравем. шояд ки ягон кореро анҷом диҳем. агар корамон омад кунад хеле хуб ака бахту аҷоиб одаме шумо. зӯҳроро дар сатон мезанед? эй намак, ту чӣ ин қадар бефаҳмӣ? як ақлатро кор фармоӣ ки барои чӣ ӯ лозим аст? эй бефаҳм, мо аз қафои кӣ ҳастем? зоғи сиёҳ? зоғи сиёҳ. зоғи сиёҳ чӣ ҷоҳи сустӣ дорад? зӯҳро. пас агар ба хонум зӯҳро наздик шавем, ба зоғи сиёҳ наздик мешавем ё намешавем? бале, дуруст аст. офарин писари бефаҳм, офарин. зуд рафта тайёрӣ бин, ба зиёрати хонум зӯҳро меравем. тӯфулиёто набушу. зуд. инамик пеш аз мурдани ман одам шавад хуб аст. ҳазрат, дар куҷо мегардед? ба хайр аст оғои халил. фотиҳа ё никоҳ? не домлоҷон, тӯи суннатӣ аст, чучулбурӣ аст. ба тӯи суннатӣ даъват медиҳӣ? ҳаминаш намерасид. ман киву тӯи суннатӣ чӣ ё худоё? акнун чӣ кор кунам? ҳиҷрӣ дар инҷост? не намедонам домло. чаро мепурсед? не, ҳеҷ чизе не. ҳиҷрӣ мебуд бисёр хуб мешуд. домало хонаамон наздик аст. марҳамат. агар наздик бошад мушкилӣ нест, меравем. инро бин, қиёмат ба сарам омадем. خانم زیبا، مرحمت کنید گل. مثل این گل پاک و به آلایش بودید خانم. در بوی دوخیت آب و ادا شدم عزیز دل. سمی مثل صدبرگ یاسمن لاله باز چی؟ بمانند همان گل‌هایی میباشی که در درون خانه، در درون کتیل. راست سمی خیلی وزن شده ای؟ تو هم همین خیلی دختر. ناگهان تو از کجا بر اومدی؟ ای وای بابایم بیمورست برای همین اومدی؟ بله شنیدم و دویده آمدم. دلم ناراحت شد. بیا رفتیم به خانه داریم. بیا رفتیم. عزیزم دستت درد رو نمیارزد با اشتیایتون. اوف سلیم بابایم در مسئله توی جدی است. در حقیقت این رو فهمیدگی زورو جون. تو مثل شدنش رو میدونستی. این رو فراموش نکن که با دامولوزیو برای فوتیای ساختن برای ازدواجی ساخته مصلحت کرده بودی. میدونم سلیم جان فراموش نکردم. فوتیه با نیکاه گفته فکر کردم که اصل این مشکل میباید.
دلم از همه این بازی ها ایسا مونده شده است. زورو جان اگر خواهی از این طور دست کشیم چی میگوی تو؟ پس نگوی سوین آمدی گپ رو گفتم هیچ گپ نیست. بعد از زیده شدنم این کارها بسیار هم مشکل شده است. شریکی ها با چقدر هم از بین رفت. باید به خودمان یکون شریکی نزدیک پیدا کنیم. راست میگوی زورو، هرچی زودتر باید به این کار دست زنیم. اماکی اکرم چون شنیدم که بیمار شده اید زود به زیارت شما آمدم. در این دنیا بغیر از شما هیچ کس ندارم آخر اماکی اکرم. سلامت باش پسرم. سلامت. مرا خرسند کردی. چرا به من خبر ندادید؟ سمی جان شکر خدا همه چیزای لازمه رو برای پدرمون کردیم. یعنی با تو زنگ زده تو رو غمگین کردن نخواسته. ای سمی جان آنقدر کاربارت رو پرتوفته چرا به اینجا آمدی یعنی؟ این چه گپ؟ وقتی که اماکی اکرم بیمار است من در اونجا چه خیلی در این دنیا یگانه پشتیبانی من کیست که نگوید از برای خدا. من حس کردم اماکی اکرم من شما رو یک چند مرتبه در خوابم دیدم. خیلی نکن مرا هم میگریانی نکن. با من دهید. تشکری جی. گیرید اماک جون گیرید. آفرین چه پسری با احترام با وقارت ها؟ تشکر. کنی گفشم تا این وقت چیکار کردی؟ وقت زیاد شد که زنگ زده از حالم نپرسیدی. به خدا که راست میگویید. راست است مرا ببخشید. لیکن شما مرا میدانید وقتی که گپ درباره کار میرود نمیدانم مگر من هم زمان شیفته کار بودم. باور کنید اما وقت شما در یادم بودید. سمی جان تو کی اومدی؟ چقدر شد که تو در اینجایی؟ من همین سحر آمدم و دوان به زیارت اماکی اکرمم آمدم. بسیار منت دارم. تشکر زیاد. هر شب فرصت نیفتم که لباسایم رو در مهمانخانه بذارم. چه مهمانخانه؟ تو اینجا میایی و من تو رو به مهمانخانه روان میکردم ها؟ این نمیشود. نه رحمت در حقیقت در اینجا یک چند روز با ما میمانی. مهمانخانه نمیشود. در اینجا میمانی. تمام. آخر اینجا هم خانه توست. نه رحمتی کلانم که. سمی جان در اینجا یک خانه کلان موندگی. مهمانخانه رو چیکار میکنی؟ و تو رو هم یاد کردیم. همین خیلی نمیلی؟ بله یاد کردیم. تشکر زیاد. من نمیخوام که به شما وزینی بیارم. من پیشکی در مهمانخانه جای گرفتم. ای چه وزینی پسرم؟ یک خانه کلان با هم منبسی میکند با مهمانخانه نمیروی پسرم. تمام. آخر باز میگویم شنیدن نمیخوام. تو در اینجا مهمانی رد نکن. تمام. من چه گپی شما رو رد کنم اماک؟ تشکر زیاد. در حقیقت بعد سالهای طولانی شما باز به من مهربانی کردید. من هم وعده میدیم که تو صحت شدن اماکی اکرم به هیچ کجا نمیرم. حلالت بود. پرنسس در کجاست؟ زورو رو میپرسی؟ هیچ نپرسمی جان. با سرمون چی فلوکت ها آمد. زهرا را فاتحه کردیم. با کی؟ با آدمی بیگانه نفتی. با دامولای محله. با دامولای محله؟ این چه؟ کدام دامولای؟ دامولای مسجد. شوخی میکنید ها؟ نه شاید تو درست فهمیدید. زهرا رو میپرسم. ها درست. مادرم هم همین رو میگوید. ما هم نمیدونیم گریه کنیم خنده کنیم. چل شدن این کار رو نفهمیدیم. اماکی اکرم اینها چی میگوید؟ سمی از تو یک چیز میپرسم. با تو بیمار بودن مرا کی گفت؟ چی گفته بود؟ زهرا بود امالای مسجد. من نفهمیدم. بس بسیار عجیب. عجیب. این چی میشه دامولای؟ این آدمان رو بینم. این دامولای جا این همی جنگ. همه محله می آید. دو دیگ آج دادیم. خوش باشید. با راحت باشید. در این وقت مگر توی سنتی می شود. وقتی درس توی سنتی در وقتی تعطیل می شود. با درس نرفتن گناه. کودکای محله ما چون تیز در روز می شود.
گفتیم به همین سبکی دستشان حلال کنیم. چرا اینقدر سررسی ماید؟ کلان کشید میبریم. سر میکنه دوملو. چی رو؟ دعاخانی رو. هجری کجاست؟ نمیدونم. ما یک کودکان رو بینم با آنها صحبت کنم بعد دعاخانی میکنیم. مرحمت دوملو. مرحبا. السلام علیکم. سلام سرانم. مرا با کودکان تنها میگذاشته. معلوم این کار مشکل است. از آنها کمی ترس رو گم کنم. شما بیرون برایید. مایل است دوملو. سر میکنم دوملو آمد. طولمان رو میبرم. بسیار درد میکند. چطور ما رو یکون بار میبرم. از کجا میدونه؟ اوف من نترسم کاش که دختر نشودم. بیاید نگریزیم. با کجا نگریزیم؟ اگر اونجا ای گریز نیست. راست میگید پسرانم. شما رو احاطه کردم. میترسید؟ البته که میترسید. وقتی که در خوردی مرا هم بریدن بسیار ترسیده بودم. باز بسیار درد میکند. بعد از سنتی شدن شلوار میپوشی. همه دخترها با تو میخندن. عروسو میخندم. البته کسی جانش رو دوست میدارد گریزد بچه ها. من حالا هم دردش رو فراموش نکردم. بعضی وقت با یادم اگر بیاید از جایم پریده میخیزم. دوملو اشمورم بریدم. بچه ها چی حالا هم ایستاده اید؟ من با جای شما میبودم یک دقیقه نمی ایستادم. زود از اینجا گریزید. گوش کنید باز نگوید که من گفتم. ایلش یعنی گریزید. این به ناموس ها رویم بگفت که من هم اینو از اینجا گریختنی بودم. گم شوید. با کودکان گفت زدم. صاحب توی شمایید؟ منم. خواطر نشوید. کمی ترسیده ایستاده بودم اما گفت زدم خب کردم. حاضر مانند پیشینه دردناک نیست. یعنی تیپ پیش رفته است. یعنی خوبم یعنی تیارم. دوملو مرحمت یک دعا میخونده. دعا کنید. هیچی در اینجا نیست مگر؟ نه دوملو. نه. اکنون خدا بچه ها چکل گریختن. اونها چکل گریختن. بچه ها در کجا شما؟ یا خدایا در کجا باشم؟ هجری تو در کجا میگردی؟ استاد یک سوال چند روزی که در دلم است. استاد بسیار میخوام که اون سوال را شما پرسم میکنم. استاد من با تو سوال دارم. مرحمت پرسید. تو دعا خواندن میتوانی؟ ولی گوش کن در کجا میگردی؟ در کجا میگردی؟ همه بین از پشت تو بچه ها گریختن. راه درون خانه رو برای دعا خانه تیار کن. این بچه ها گریختن. من یک بینم کنی خواطر شدم. ثواب این کودکان را میگیری. راه استاد شما فرمان نکنید. بچه ها شکر کودکان گرفتن بخی بکشم. شما گفتن یا بچه خیلی استاد برای گفتی دعا کنم من دعا میکنم. مرحمت. خانم زورو به نزدتون یک مهمون اومده است. کی بوده است؟ نمیدونم. میخواهد با شما همکاری کند. گوی درویت. مایلش. مرحمت. تشکر بسیار. شما با کدوم روی به اینجا می آیید؟ خانم زهرا شما شخصانی که برای کار به نظرتان میآیند همین خیل پیشواز میگیرید. این خیل نمیشود؟ با شما واخوری درباره کار؟ در حال اینجا رو ترک کنید. در حال. خانم زهرا من تنها برای کار به اینجا آمدم و هم در این کار به حیثیت دادن نشدید عزیزم. آیا شما چه گفتنتان رو میدانید؟ شخصی که مرا دزدیده است با شما کار کرده است. حالا باشد مانند آنی که هیچ چیز نشده است با من میخواهید که درباره کار گپ زنید. شما راست میگویید کمی نافهمی سرزد. چنگیز گرچند آدمی من باشد لیکن از روی قانون جزایش رو گرفته به حبس رفتید. من حالا رفته به سری وی پراندن نمیتوانم آخر. راستی به شما دیگر باور ندارم. وقتی عذر پرسیدنتان هم تهدید کرده ایستادید. توبه
توبه یا خدا، من شخصی که به فاتح شده داملا ضیا بر این انسان محترم را تهدید میکند زندگیش را برباد میدیم. البته برای همین به داملا ضیا در بین محله سلاح دراز کرده ها؟ این خیل نکنید خانم زهرا، من بعضی مشکلی ها دارم، یعنی کمی ناراحتم. میدانید من برای آن کار عذر پرسیدم. ما با داملا ضیا یگان مشکلی نداریم. او مرا حرمت میکند، من هم او را، و هم این همکاری ما خواه و ناخواه این خصومت را از بین میبرد. من فقط برای همین آمدم. در بین من و شما چگونه همکاری شده میتواند ها؟ شما معمار هستید خانم زهرا؟ من باشم باید یکچند انشاءات بنیاد کنم و هم با همسری داملا ضیا همکاری کردن برای من افتخار است. اما من با شما همکاری کردن نمیخواهم. نفهمیدم. ببخشید. این خیلی باشد من با شما همکاری کردن نمیخواهم. آخران کپتان همین. از شما خواهش میکنم که این را یک بار دیگر فکر کنید لطفا. خواهش میکنم. این دیوانه کی است؟ اکا چو؟ آنقدر خوب نگذشت. آخر دختر را دزدیدیم کو گپ نمی شود، لیکن من حل میکنم. ما این کارا نمی پرتایم نمی. گوش کن، اگر نشود من پیشکی میگویم که یگانه شخصی گناهکار آن داملا ضیا می باشد. رفته او را سرزنش کن، مرانه. روسیا مگر داملا را جنگ نکنند ها؟ تو چه خیل آدم هستی؟ داملا ضیا به تو چی کار کرده است که اینقدر به او چسبیده ای؟ اکا گوش کن، داملا ضیا بسیار آدم حیله‌کار است. باز نگوی که گوش کن. اگر بار دیگر درباره داملا ضیا یگان چیز گویی بی‌زبان میشوی. تشکر. روز بخیر. این دختر کجا شد؟ کدام دختر؟ دختر رفته که؟ نامش چی بود؟ چه نامه که؟ بسیار مانند است. و کی مانند است؟ با عشق اولینم بسیار مانند است. کینای این بیست که ترشیده که تقدیر مرا با آن دوره میبرد نمیک. تقدیر؟ کدام دوره؟ این چی کار است؟ صحیفه عشق آخر ندارد. نمیک کسی که با من خیانت میکند با او نشان میدم. در جایم ایستادن نمیتوانم. او دیوانه ای تایو؟ تو کی هستی که با من کار پیشنهاد میکنی ها؟ این چی بی حرمتی است سلین ها؟ زورا جان بگو چی گفت آخه؟ میدانی چی میگوید؟ این از روی احترام و حرمتی داملا ضیا بوده است. این مگر ممکن است ها؟ عزیزم چرا عصبی میشوی؟ قبول نکردی که فراموش کن. من رود راحت باش. من به بیروگی و عصبی میشوم. بابایم زنگ میزنه. آخر این چه خیلی میشود؟ لبای بابا جان؟ زهرا حالا کارهای ادارت را پرداخته؟ سیلین را هم گرفته؟ در حال به خانه می آید. به تو یک سورپریز دارم. بابا جان را که شما مرا خواطر میکنید. سورپریز گفته نمیشود، آمدی خودت میبینی. میلش خیر بابا جان میآیم. تمام بابا جان. میلش بای بای. چی شد؟ در خانه یک سورپریز داشته. یا خدا چه سورپریز؟ نمیدونم. لیکن بابا این سورپریز که گوید انیش سورپریزی هست.
میدونی آخرون سورپریز گفتنش رسمی مادرم رو آورده بود. خدا جون چی باشد؟ چه سورپریز باشد؟ رویم میبینیم با چشمانمون که سورپریزی. در اصل شما یک کس شدن میتوانید. گپ زنید، شرم ندارید. گپ نمیزنید؟ من میدونم چه خیلی شما را به گپ درارم. شما رو نابود میسازم. جواب دهید احمقا. جواب دهید، جواب دهید، جواب دهید، جواب دهید، جواب دهید. او نه، چی کار میکنی به خدای؟ بله بینتی دیوانم شدم ها؟ نه حالم خوب نیست، هیچ خوب نیستم. این دیوانه سهر نامد. چرا خواطر شوم که از پی کار خودت شو؟ پسر از خفای کار خودت شو. شیخ ممکنه؟ باز آواز لیوان رو شنیدم. نه حالم خوب نیست، حالم خوب نیست. ای خدا این درد از من دارم. دیوانه تو در اینجا چی کار میکنی؟ چرا به آواز میداره چارچشمه؟ سردارم چه خیلی به آواز؟ من آوازو دا بودم کن. سردارم جین داره خود به خود گپ میزنه. کی خود به خودش گپ میزند؟ سردارم شما ما رو خطا نفهمید، لیکن پیش اگر دنبالو رفته خودتون رو دعا کنید. اگر با دوست کامو نظر افکنین فکر شما حالا هم درباره زوغسیا و کلتکیلس است. فکر میکنید که آنها یک آدم هستند. لیکن خواطر نشوید، من در این باره به شما کمک میکنم. اگر ما به نوشته های شما نظر کنیم از این بر میآید که سردار زوغسیا و کلتکیلس جوره های جانی هستند. ولی همین طور است. خلاص گپ این که اگر کلتکیلس زوغسیا رو با آنجا برای حل کردن کارش فرستاد. چی یعنی تو همچون یک پلیس در رفت خانه شدی؟ به خدا آفرین. کلتکیلس این آدم را به اینجا چی خیلی فرستاد هیچ نپرس. اما در اینجا سردارم در تگی دک دیگچه است. شوکت رو فراموش کردید سردارم؟ خوش چرا؟ چون که شوکت یگانه دوست جانی کلتکیلس است. میگویند که دوست آن باشد که گیرد دستی دوست رو خودت میتونید سفسته نگوی لوین. سردارم و فکر من زوغسیا رو هم شوکت یافت. شوکت فکر نمیکنم. سردارم به خاطر اثبات کردن این کار از شما خواهش میکنم اجازه ده شوکت رو تعقیب کن. مایلش لوین تعقیب کن، اما احتیاط نما که خودت رو به او معلوم نکنی. گوش کن، حالا نمیداند که کلتکیلس رو جستجو دارم. اگر فهمد از من جدا میشه. خاطر نشد سردارم، در این باره سر میدیم و سیر نمیدیم. عزیزم تو خولی؟ البته عزیزم، خوش آمدی. خوش باشید. سازی لوه؟ خوبم یاگه، شما خوب هستی؟ من یک بیرون بریم. شما در اینجا چی کاری که میکنید توکل تو بر خدا. جونکم مرحمت شین. بخیر است عزیزم. بخرید کنی بر اومدی؟ نه برای دکتر باید رویم گفتم. عزیزم تو این وقت همه طبابت رو سنجیدیم. حامله دار نمیشه و بیچار غمگین میشه. این دیگر طبابت تماما اصول دیگر است. نه پناه از اینترنت هم کپ کردم. بسیاری اویله ها توصیه میدهند. مایلش، لیکن با یک شرط به من وعده ده. اگر حامله دار نشوی غمگین نمیشه. مایلش عزیزم وعده میدهم. من تیارم. نباشد رفتیم. همسری عزیزم بیا رفتیم. دورا جون چقدر که به خونه نزدیک میشویم هیجانم زیاد میشود. قریب رسیدیم، کمی دیگر من صبر کن. عجب و سورپرایز باشد. به خدا من هم بسیار در هیجان هستم. سلیم خر میبینی؟ میبینی دکولا جون ما. خوب که تو هستی در پهلویم. خوب است که تو هستی در پهلوی من. جونکم این چه خیلی طبابت من هیچ نمیفهمم. آنالیز داده بر آمده.
تمام آخر از روی تحلیل ها چخل تبابت کردنشان رو قرار میدهند. نتیجهش کی میبرآمده است؟ در دوام 2-3 روز میبراید گفتند. بلش میبینیم جونم. هیونا ما هم صاحب کودک میشویم. مرا به خانه بابایا میبری؟ سمی اومده برو یک بینم. سمی؟ امان پسری که در توی ما مست شده با زهرا تکلیف خانه‌داری کرده بود. بله چقدر ناجا بود. اوف. در حقیقت بسیار ناجا رفتار کرده بود. در آن توی داماد من بوده. لیکن پسر خوب است. من او را نقد میبینم. او در وقت مکتبی هم با زهرا دل بسته بود. نه خواهد لیکن با یک دیگر موافق بودند. حاله زهرا حالا با دیگر کس در فوزی است. ها البته که این خیلو کاشی کمی بر وقتتر می اومد. گرچندی که دیر نمانده است حالا هم نکاح نکردند آنها. حاله شوخر جانم پسری بدانستگی و میشناختگی همون چه خوب میشد میگویم. فقط علاوه بر این هنگام شناسانیدن راحت میکردیم. آیا میدانی؟ حالا مانند تورین گپ میده. من مانند تورین گپ زدم. سرت کار نمیکند اونها. سرت کار نمیکند. اگر این کاری ما رو بیند خبر کشی میکند. انیق کار نمیکند. مادر چیکار میکنید؟ چرا این لباس رو بروردید؟ بگاه در وقتشون این رو میپوشید. لباس پوشیدن چه دارد؟ یعنی این هم زیبا بود. از کجا دانم؟ لباس نبود تازه. لیکن این رو بین. یعنی بسیار خوب در چشم تو بست. مادر این لباس زیبا رو در خونه چیکار میکنم؟ و بیرون نمیبرایم تو؟ با آینه نظر کن. چی رو میبینی؟ خودم رو. لیکن من تو رو نمیبینم. تو این نیستی. یعنی نوری چشمانت گم شده. رنگی رویت پریده است. راست میگویی؟ در حقیقت ننیز جان تو این نیستی. بسیار تغییر افتی. خودت رو از دست دادی. یک کمک هست مسیحش کن. خودت رو آراب تارادی. این لباس رو پوش. همه من داری. خودمان تنها نیستی. راست میگویید؟ البته دخترم. خیر میلش نباشد با این لباس لپتاپ خونکی سرخ کنم یا اینکه گلابی سرخ جاذبه دار شد. زیباییت رو آشکار کن. هیچ کس چشمش رو کنده نتواند. خصوصا سمی. اما سمی در مکتب با من اونقدر خوب نظر نمیکرد. زهرا رو نظر میدید. اون دوره گذشته است. یعنی زهرا علاقه فاتحه شده است. باز سمی در اون دوره کودک بود. والا باشد آدمی برکمال. ضعف‌هایش هم تغییر یافتند. همین خیلی؟ البته همین خیلی. گوش کن. خودت رو خوب آراده. ننش لباست رو هم پوش. بعد میبینی سمی چشمانش رو از کنده نمیتونه. بایلا دختران زیبا خوش آمدید. سمی سلام. جانم این چی پسری زیبا؟ چلین اپای حله جانم خب هستی در کجایی تو؟ این رو بین حتی زنگ نزده در اومده این رو بینه بعد از سالهای طولانی اومدی هم؟ سالها گذاشته اما شما هیچ عوض نشدیده. حالا هم مانندی راهزنهای ویرانکاری میکنید. چند کس رو بودید گپ زدید؟ ای سمی بسیار شد شده ای. مگر ما وقتی روزنی داریم؟ کمی 30 سالمون رفت. امانه اگر کمی ساله که شما رفته باشد من روز به خونه پیرونتوها برم. تو هم بسیار خوب مینمایی. باز هم زیباتر شده ای. تشکر. زیباتر شده است تو؟ کمی بی‌وفا شده است. قریب چند سال می شود که زنگ نزده. این رو بینم. گویا که تو زنگ زده پرسیدی.
چه خوبی که یادت کردم. ایناش باز کی است؟ باید حتما اسکندر را پیدا کنم و فهمم که با کدام مقصد آنها والدان من را مقابل کرد. توجیک کینو تقدیم میکند اکنون جدیدترین خبر در سینمای توجیک. فیلم هنری فروخ جلال‌الدین، چهره های شناخته. اولین بار در سینمای توجیک. فروخ جلال‌الدین، احمد دانش، شان امسی، مستر آسیا، خورشید تولیوف، لی دبلیو 7. الو اسکندر ناشنو من همون بهادری عجله. پسر بچه‌ای که 18 سال کشنده پدر خود را میکرد در ادامه فیلم هنری قصاص معلوم خواهد کرد. فیلمی که در ژانرهای تریلر جنگی، جستجویی و تخیلی ساخته شده است. نگاه شما را با عالم خود گراینده می‌سازد. روزهای نزدیک در تمام نقطه‌های فتح فروشی. عبدالله اکنون نوبتی کی باشد؟ اسکندر یا من رو یک طرف بذارید. در اصل از تو چی خبره؟ فاتحه شده ای؟ زود خبر رو دادم گویم. این رو باید نمیگفتن مگر؟ چه خیلی ایش کارش رو کرد؟ باورم نمیآید. من در حیرتم. تو و دامولای مسجد چشمونم باور نمیکند. این چی خیلی خبره؟ نامش رو گیره گوشش رو کش. زیا جان با دوستم شناس کنم تو رو. سمی سفر شونده هم زیا. ممنون. من هم زیا جان لبای جانم باز به نماز دیر نمانی. بعدن آمده خوبتر با این کس شناس میشوی. بله ما بعداً با خورده شناس میشم. خدا حافظ. تو بازدی جانم. زهرا لبای با این دختر نگر حالا هم خراب است. درود کوک سنه شوخی نکن. توبه لیکن در دهانی در استادیم. بیایید در اومدن یگان چیزی گرم خوریم و گرم شویم. شوخی ها رو بینیده هممون رو سرمون میزنن. دامولو صحبت کنیم. این چه خیلی شد که شد. زورا جون او در مکتب بسیار هم زیبا بود. حالا باشد بیا تغییر افتاد. ایوا شده. خدا به خواستش نصیب کنه تر اینجا. آن وقت تو با او بسیار مشغول بودی. بعضا یک جای هم میگشتی. خستت نگوی سوین جون که خیلی میگشتی. تنها یک برکه قهوه نوشیدیم و تمام اون وقت هم کده بودیم. بیا به خانه دروی رفتیم. خدایا این دختر در حقیقت مرا دیوانه میکند. تو فاتحه شده یا خیر مگر فاتحه شده دیگر مرد رو این خیلی آغوش میکند. ای خدایا آخر خیشش باشه. وقتی گرد زدن مرا شناس نکرد. خیش همه تقویش باشد مایلش. لیکن این خیلی نیست آخر. چی شدن؟ سرم ویران شد. در راه خود با خود گزده شدم. رفتیم. زود رفتم در کوی که با نماز دیر میمونم. استپلی را بینیم. یک قوادی کلان شکاف میکنم. ای طرف میزن ای طرف میبرم. خو طرفش مدین خطای. لبن بسم الله الرحمن الرحیم. لبه سردار. از تعقیبات کارهای شوکت اون چیز برام. سردارم خواطر نشوید. من از خفای آن کار هستم. خدا خواهد نصیب در روزهای نزدیک یگان معلومات پیدا میکنم. باید تیزتر کار کنیم لبن. باید تیزتر کار کنیم. سردارم خیلی چیکار کردید؟ با زاغ سیاه روبرو شدم اما او رو از دست دادم. سردارم چی گفتن تو میدونید؟ یعقوب با شما هم زاغ سیاه گفته. خیر گفتم بچه. آخر شما فقط کلتکلس میگفتید. کلتکلس. یعقوب با زاغ سیاه گفته. وقتی که شما هم فهمیدید که آنها آدمان گوناگونند ها؟ همه چیز شدنش ممکن. از کلتکلس همه چیز رو انتظار شدن ممکن.
مردنش هم ممکن، زنده بودنش هم. لیکن هم مرده و هم زنده بودن نمیتونن ها سردار. چه علاقه داره ده بچه؟ یعنی یک چیز در یک وقت دو چیزی گوناگون شده نمیتوانند بگویم. یعنی اشین که یک اشیا کلتکلس است یا که ذوق شیاس میگویم. چه علاقه دارد؟ مگر هر دوش یک کس است؟ مرا دیوانه نکن. خیلی سردارم، من هم همین رو میگویم. چه علاقه دارد؟ من رفته از کفای کوری شوکت شوم، شاید یگان چیز به دست میارم. مالش دقت کن ولی خودت رو معلوم نکن. خاطر نشوید سردارم، در روی برای شما لینت است، یک پلیسی پروفسیونال. وقتی که من کار میکنم از دهن بدی سردار آب میگیره. تاخ کردن روبین، سرت بانکیت من. بفهم، بیاق. حاضر چون پریده میزنم که همه جا پورا تمام میشود. سردارم دویم گپی بلند و پس میدنی. یک بار اگون گپی خوب بزنی که ما حواسمند شویم، این گپوت از روی اردنگری نیست. زود از پس کارا چه زود. خیلی بیس میبینی. ای خدا، ای خدا، کارمان به این دیوانه افتید. همش از پسی تو از کلتکل است، از پسی تو. دومولو لابد سلام، لطفاً مرا خطا نفهمید. من جوگی نیستم دومولو. استغفرالله آقا جون. لیکن کودکانم را در خانه محکم کرده اومدم. در خانه هم یک فرو که نمانده است دومولو. چاره ندارم. بسیار شرم میکنم از گفتن این، اما التماس به من کمک رسان. التماس. مایل شفا جان، شما کم انتظار شوید، من میایم. بله جماعت گرامی، امروزتان خوب شدنش ممکن، اما پگاه چی می شود نمیدانیم. برای همین دلمون رو کشود گرفته خصیصی نکرده کمک رسانیم. فراموش نکنید که گندم کاری گندم، جو کاری جو می دروی. هجری از آن همه که اینکدار هم گیر. مایلش دومولو ما دی ندادم. اما یک بار دادم گفته دویم بار نمیدی. آخر مجبوری نیست، دلت چقدره که خواهدم قدر برآورده ده. همین تر نرفی کن. دومولو مجبوری نیست میگویی بود. بله. استاد کسی اما که خلیل رو هم کبم. نه لازم نیست هجری، همینش کفایه است. بله جماعت، من این کمک رو به صاحبش رسانم، بعد آمده نمازمون رو میگذاریم. خدا شما را که باشد دومولوی خیر خواه. رحمت که کاری خیر کرده. حلالش باد، حلالش باد به خدا، حلالش باد. مرحمت آقا جون، این حال این خطر. تشکر زیاد دومولو، خدا از شما راضی باشه. اگر دفعه دیگر باز بیایی با این حالتون یکون چاره میاندیشی. مایلش دومولو، خدا از شما راضی باشه. از شما هم. آقای پلیس حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است، شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شسکوی موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم، پرسم گفتم که خیلی نمیپرسم. مایلش میرم. مدام که سوالت مهم باشد خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پوسیده رود. بسیار ناز نکن برادر، گپی زدی پرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چخیل من به گفته های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی، نپرس گفتید نمیپرسم. التماس. گپ شما هم راست، لیکن برادر عزیز خیلی بپرس. آخه همون گپت بپرس و بپرس گپ زنی. اگر دارم کشان نمیپرسم بخدا. ای بچه ما یگان عروس چینی تو زورا نکردم. آقای پلیس، کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفته که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سرما بیرون نکن. بپرس شاعره چی تو؟ دست حرزنی میلی سر بین. یک باری خیل میگه، یک باری خیل میگه. نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حالی در هر ایدت نقشیش میزنم میبرم در پدور زده دیگه بگیم که با آتلا زور بشه. سرما بیرون نکن شوکت. مایلش برام شو میپرسم. خرچ میخره. سید جرغات. به سوال دیو میگذاریم. شما روز گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم، هیچ کس نبود. چرا دروغ گفته؟ جرغات. این سوال پیشینه بود. دیومش را جواب ده. ای برادر تیسیر گپ نزن استاد پرس. شما روز گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم، هیچ کس نبود. زاغ سیاهی کس باشد مگر؟ این چرا با اون خانه رفت؟
شاخه اشاره یافتم. شوکه سردارم بینید زاغسیو رو دفع کردم. بینید با شما زاغسیو رو آوردم. بسیار یکم دلیل داری؟ ها؟ دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنم تو چه خیلی پولیس هستی؟ سردارم سیاه محله همیه به خدا دیگه سیوتر شنه یافتم. درشم بیعقلی. آقای پلیس با تای دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من اون طرف هم میبینم. میگم سوال اینو درست دادم. اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کلام جهت نظر میکرد. من برادر عین زمان کار کرده ایستادم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدهم. در کوچه نگرد. رفته در خونتون خواب کنید. اولالا ماما میا این در خونه بیا. خونه رو چیکار میکنی؟ همین خیلی آدم. اولالا ماما میا این چی گفتی سر؟ دیونه چه بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلافت بره. Добрый вечер, дорогой Борис. Добрый вечер. Как дела? Хорошо. من با تو چی گفتم ها؟ من گفتم تو با این آدم نزدیک نشو. اما دامولا او دوستی نزدیک منه. من گفتم دوستی نزدیکی تو رو. در مدت یک هفته پول رو بیار. یک هفته؟ یک هفته وقتی کم است. من از کجا میابم اینقدر پول رو؟ هجری نخود در خونه خدا پتینکت رو دوزم.